سلام و روزی شما بخیر باشد بیننده عزیز آزادی. آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان را در برنامه نوید بامدادی من مولا رجب یوسفی تقدیمتان میکنم. امروز 19 می است و ساعت در دوشنبه 11. سرخط خبرها: تاجیکستان پروازهای دو شرکت روسی را منع کرد. منیژه آوازخوان معروف به دور نهایی آزمون یورویدین راه یافت و داستان ویدیویی آرزو ایسف درباره جنجال مرزی. آژانسی اویات شهروندی تاجیکستان پرواز شرکت‌های سیورنیویتر و سیبیر را به کشور منع کرد. این دو شرکت از دوشنبه به خوجند به چند شهری روسیه پرواز انجام می‌دادند. اکرام سبحانزاده رئیس آژانسی اویات شهروندی منع پرواز هواپیماهای سیورنیویتر و سیبیر را به نرخ گران بلیط‌ها ربط داد. نمایندگان شرکت‌ها میگویند این ادعا درست نیست، در حالی که دو طرف خود را حق می‌شمارند. صدها مسافر یک هفته باز در فرودگاه‌های دوشنبه و خوجند بند ماندند. به گفته اکرام سبحانزاده نرخ میانه بلیط از 6000 سومانی تا 8500 سومانی است، ولی به گفته او شرکت‌های سیورنیویتر و سیبیر به 14000 سومانی بلیط فروختند. دیرکتور آژانسی افزود اجازه دادند که به طور استثنایی مسافران بند مانده را ببرند، اما تا زمانی که نرخ را پایین نآورند دیگر اجازه پرواز نمی‌دهند. نمایندگان شرکت سیورنیویتر روسیه میگویند آنها قیمت چپته‌های پرواز را از تاجیکستان به روسیه از معیار تعیین شده بالا نکردند. فیروز جان یونوسف نماینده شرکت روز 18 می به رادیوی آزادی گفت بلیط‌ها را از 8800 سومانی زیاد نفروختند. از 1 ایون نرخ ارزانتر می شود. ما از گران فروختن چپته‌ها خبر نداریم. اگر نرخ گران است جوابگر خزینه‌چی‌های بلیط فروشی هستند، می توانند به ضد آنها دعوا کنند. نرخ بلیط ما رسما 8800 سومانی معین شده است، افزود او. پیشتر آژانسی اویات شهروندی تاجیکستان از شرکت‌های روسی خواسته بود بلیط‌ها را از 8000 سومانی گران نفروشند وگرنه از حق پرواز محروم می‌شوند. اکرام سبحانزاده میگوید عین چنین هشدار را به شرکت‌های اورالسکی اویالینی و یوتر نیز دادند، در حالی که بحث بین شرکت‌های هواپیمایی روسیه و آژانسی اویات شهروندی تاجیکستان ادامه دارد. مسافران شکایت دارند که آنها ضرری مالی و روانی می‌بینند. بعضی مسافران گفتند یک هفته است که منتظر پرواز بر روسیه می باشند. منیژه سنگین آوازخوان 29 ساله زاده تاجیکستان که در آزمون بین‌المللی موسیقی یورویدین روسیه را نمایندگی می‌کند با ترانه رشن وومن به دور نهایی راه یافت. دور نتیجوی آزمون با نفوذ 22 می در روتردام هلند برگزار می‌شود. از میان کشورهای شوروی سابق اینچنین نماینده آذربایجان و اوکراین به آزمون نتیجوی گذاشتند. منیژه روز 8 مارس امسال در نتیجه آوازدهی تماشابینان شبکه اول تلویزیون روسیه غالب شد و در سبقت ترانه‌ها در یورویدین از روسیه نمایندگی خواهد کرد. پیروزی دختر تاجیک شهروند روسیه در بخش ملی آزمون با نفوذ بحث‌های زیاد ایجاد کرد، در حالی که بسیاری‌ها از شرکت این آوازخوان جانبداری کردند. ایده دیگر با اشاره به تاجیک بودنش با نتیجه‌های آزمون مخالفت دارند. چهره‌های سیاسی به مثل والنتینا ماتوینکو رئیس شورای فدراسیون روسیه و ولادیمیر ژیرینوفسکی رئیس حزب لیبرال دموکراتی آن کشور از متن ترانه زنی روس که منیژه سنگین به آزمون یورویدین انتخاب کرده است انتقاد کردند، اما با وجود انتقادها منیژه در روتردام دستگیری زیاد یافت. امروز در شهر دوشنبه نشست وزیران کارهای خارجی سازمان پیمان امنیت دست جمعی یا سپد برگزار می شود. برای شرکت در نشست وزیران کارهای خارجی 5 عضو سپد از جمله روسیه به دوشنبه آمدند. در نظر است که رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان با اشتراکداران نشست دیدار کند. سازمان پیمان امنیت دست جمعی را سال 1992 تأسیس دادند و فعلا قرقیزستان و قزاقستان، روسیه، تاجیکستان، ارمنستان و بلاروس عضو سازمان هستند. این نشست در پی آن صورت میگیرد که ماه گذشته در مرز تاجیکستان و قرقیزستان دو عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی مناقشه مسلحانه سر زد. معلوم نیست که تا کجا این مسئله در واخری وزیران کارهای خارجی بررسی می شود. همکاران ما جریان همایش را پیگیری دارند و درباره نتیجه آن در برنامه اخبار آزادی برایتان گزارش خواهیم داد. برنامه اخبار آزادی ساعت 16 به وقت دوشنبه و 14 به وقت مسکو تقدیم شما می شود. برنامه را می توانید از طریق صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید.
روزنامه‌نگار تاجیک ارزو ایسایف داستان ویدیویی‌اش را درباره جنجال اخیری مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان نشر کرد. در این جنجال که روزهای 28 و 29 اپریل امسال روی داد، از دو جانب ده‌ها نفر کشته و صدها کس زخمی شدند. ارزو ایسایف میگوید فیلم زیاده از 30 دقیقه است و روز 18 می در یوتیوب گذاشته شد. به قبل او در داستان از تایملاین یا نقلی لحظه به لحظه خبرنگار رادیوی آزادی فرزان مشریپوف که در جای حادثه بود نیز استفاده کردند. مؤلف به موضع مرکز تقسیم آب در خوجه علای اصفره رفته فرضیه‌های آغاز مناقشه را بیان نموده است. در فیلم لحظه‌های جای داده شدند که بازگویی وضع دشوار کاری روزنامه‌نگاران است. ارزو ایسایف میگوید در فیلم پیامد جنگ را به تصویر کشیده با آنهایی که نزدیکانشان را از دست دادند و یا ضرر مالی دیدند صحبت کردند. نشر فیلم در حالی است که هنوز هم طبق خبرها و به گفته ساکنان وضع در منطقه مرکب میماند. نیز در مرزی تاجیکستان و قرقیزستان روزهای 28 و 29 اپریل روی داد. مقامات تاجیکستان گفتند که در جنجال اخیری مرزی 19 کس کشته و 87 کس زخمی شد. جانب قرقیزستان اعلام کرد که در این حادثه 189 شهروندان کشور مجروح شده، 36 کس از جمله 2 کودک جان باختند. دوشنبه و بیشکک یکدیگر را برای آغاز درگیری مسلحانه عیبدار کرده برای تحقیق حادثه پرونده‌های جداگانه گشادند. پارلمان قرقیزستان روز 17 می نقشه موقتا به اختیار دولت گذراندن کان عظیم طلای کشور را جانبداری کرد. کان قمتار بر اساس سازش قبلی در اختیار شرکت کانادایی سنتر گولد گذشته است و از همین خاطر شرکت گفت که حکومت قرقیزستان را به دادگاه کشید. تصمیم به اختیار حکومت گذاشتن کان قمتار واکنش تند مقامات کانادا را به میان آورد. وزارت کارهای خارجه و وزارت تجارت خرد، رشد صادرات و تجارت بین الخلقی کانادا در اظهارات مشترک گفتند همچون شریک مهم سرمایه‌گذاری قرقیزستان کانادا از رویدادهای اخیر اطراف کان طلای قمتار نگران است. بخش یک روزی تاریخ را همکارمان خیرامان بقازاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 19 می را فرا میگیرد. 19 می سال 2019 در زندانی واقع در شهر وحدت آشوبی برخاست که در آن 32 نفر، 3 زندانبان و 29 محبوس کشته شدند. مقامات گفتند این آشوب را پسر وجه یعنی به نام وزیر جنگ داعش گلمراد حلیموف تشکیل کردند، ولی تصدیق درستی این اتهام توسط منبع‌های مستقل امکان ندارد. سازمان‌های حامی حقوق از تاجیکستان تقاضا کردند که برای بهتر کردن شرایط زندانی‌ها و تأمین حقوق آنها اصلاحات برپا کنند. 19 می سال 2013 زید سعیدов بعد بازگشت از سفر اروپا در فرودگاه شهری دوشنبه بازداشت و بعداً به دادگاه کشیده شد. سابق وزیر صنعت تاجیکستان که 1 ماه بعد از اعلان عزمش برای تأسیس حزب سیاسی به نام تاجیکستانی نو بازداشت و با اتهام چون سوء استفاده از مقام، بسیارزنی و رشوه‌گیری به 29 سال زندان محکوم شد. اتهام خود را هیچگاه اعتراف نکرده آن را دارای انگیزه‌های سیاسی نامیده است. 19 می سال 1995 نخستین صحبت روبروی پرزیدنت امامعلی رحمان و رهبری نیروهای مخالفین تاجیک سید عبدالله نوری برگزار شد. این ملاقات در شهر کابل در حضور رئیس جمهور افغانستان برهان الدین ربانی و وزیر دفاع افغانستان احمد شاهی مسعود در قصر ریاست جمهوری افغانستان موسوم به گلخانه صورت گرفت. 2 سال بعدش در مسکو این دو رهبر سازشنامه صلح تاجیکان را امضا و به جنگ شهروندی تاجیکستان نقطه گذاشتند. بانک ملی تاجیکستان ارزش سامانی را نسبت به اسعار خارجی برای امروز 19 می چنین اعلان کرده است: بیننده عزیز، برنامه نوید بامدادی بود که با تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان تقدیم شما شد. خوشحالم که برنامه‌های رادیوی آزادی را پیگیری میکنید. اگر خودتان هم خبر یا نظری دارید می توانید به ما نویسید. تا فردا در همین وقت و ساعت، خدا نگهدار.